ممنونم. ادامه میدم موضوع بحث رو. یه قسمتی رو من باید برگردم، این مسئله مهمی یادداشتامو نگاه کردم اونجا برای فهم بهتر موضوع اینها رو من که عرض نکرده بودم عرض کنم. در یونان برای شیوه حکمرانی مفاهیم مختلفی به وجود اومده بود و همچنین در مورد با پسوندهای مختلفی این مسئله بیان شده که برای بیان مطلب و فهم مطلب بسیار اساسی است. چرا؟ به خصوص این که کج‌فهمی و بدفهمی رو برای ما کاملا زمینش رو فراهم میکنه. وقتی که ما دموکراسی رو به مردم سالاری ترجمه میکنیم که مرحوم آریانپور این کار کرد، خب فهم دموکراسی رو برای همیشه از ما گرفت، به خاطر اینکه دموکراسی مردم سالاری نیست بلکه حاکمیت قانون بر اساس مصلحت عمومی یا خیر عمومی است. به خاطر اینکه سالاری یک پسوند دیگری در مفاهیم یونانی داره. مفاهیم یونانی برای شیوه حکمرانی با دو تا پسوند همراهه، یکی کراسیه، یکی آرشیه. این دوتا برای همینه که ما با 6 تا حالت مواجهیم: مونوکراسی، تیموکراسی و دموکراسی. یعنی مونوکراسی یعنی این که حاکمیت تک نفره‌ای که ولی این حاکمیت تک نفرش بر اساس خیر عمومی یعنی مصلحت عمومی و قانونه. هستن جوامع مختلفی که اینجوری هستن، یک نفر حاکمه یا مثلا پادشاه یا رئیس جمهوره ولی میتونه که بر اساس خیر عمومی و قانون عمل کنه. این مونوکراسیه. تیموکراسی یعنی گروهی از افراد حاکمند ولی با این همه بر اساس خیر عمومی و قانون، حاکمیت قانون عمل بکنن. دموکراسی هم حاکمیت عموم مردم مشارکت میکنن در قدرت از طریق خب قبلا که دموکراسی مستقیم بود، در دوران جدید هم از طریق سیستم نمایندگی و پارلمان ها و اینها، ولی دموکراسی هست ولی صحبت مردم سالاری نیست بلکه صحبت حاکمیت قانون و خیر عمومیه. برای همینه که حالا جالب این که مردم سالاری رو مرحوم آریانپور ترجمه کرده بودن، بعد از انقلاب یه دینی هم بهش اضافه شد، الان شده مردم سالاری دینی. خب اصلا معلوم نیست یعنی چی این مفاهیم، هر کدوم از تلفظاش، هر کدوم از مضمون اینها دنیایی در پشتش هست. بدون این مردم سالاری دینی خب یا سالاری دینی هست یا سالاری مردم هست، اون وقت میشه که حکومت اکثریت. برای همینه که ما با آرشی هم مونارشی رو داریم، حکومت تک نفره بر اساس اراده شخصی. ما داشتیم سلطان سلاطین خودکامه ما مونارشی بودن. یعنی چی؟ یعنی این که هر چی از دهنشون در می اومد قانون همون بود و خیرشون هم خیر شخصی بود نه خیره. چون اینها بر اساس چی عمل میکنه؟ یعنی این 6 تا مفهومی که وجود داره در بستر خیر شخصی، مصالح شخصی، مصالح گروهی، مصالح عمومی، هر کدوم از اینها هر کدوم از این 3 تا مفهوم میتونه در اون بستر عمل کنه. یعنی حاکمیت فردی، حاکمیت گروهی، حاکمیت به اصطلاح اکثریت، یا بر اساس قانون باشه یا به طور فردی باشه. مونارشی، اولیگارشی یعنی حاکمیت گروهی بر اساس خیر گروه خصوصی، یعنی بر اساس خیر خودشون. یعنی یه گروهی میان حاکم میشن و بر اساس خواسته های خودشون، مصالح خودشون، مصالح گروهی، و بر اساس قانون نه، اون چیزی رو که خودشون میگن میشه قانون. پس در نتیجه ما خیلی باید دقت کنیم این اشتباهات. البته اون سومی
در مفاهیم اروپایی وجود یونانی وجود نداره، یعنی اونو میگن حکومت اکثریت، یعنی دموارشی وجود نداره. اون اصطلاح به کار نرفته، 5 تاش به کار رفته ولی اون به کار نرفته، ولی بهش میگن همون که افلاطون گفته بود حکومت اکثریت، حکومت اوباش. در حقیقت این میشه که مردم سالاری میشه حکومت اوباش، در صورتی که چرا؟ به خاطر اینکه دموکراسی متکی حکومت قانون بر اساس مصلحت عمومی است. پس این دوتا ببینیم با یک کلمه میتونه کاملا این ور اون ور بشه و فهم ما رو از این مفاهیم کاملا منحرف کنه. و پس ما اینها رو مصلحت شخصی، مصلحت گروهی، مصلحت عمومی، بعد به اضافه این که یک فرد باشه، گروه باشن، ولی چه یک فرد باشه، چه گروه باشه، چه کل مردم باشن، نهایتا این بر اساس خیر عمومی و قانون باید اداره بشه. این رو اینجا عرض نکرده بودم از یادداشتام. خب با ماکیاولی گفتیم که امر سیاسی به وجود اومد. امر سیاسی حوزه مستقل سیاست بود، ولی هنوز فلسفه جدید به عنوان فلسفه سیاسی جدید و بعداً اولین شاخه از علوم اجتماعی که با امر سیاسی از فلسفه جدا شده بود و نیاز داشت که در دوران جدید فلسفه سیاسی جدید به وجود بیاد، فلسفه جدیدی که دنیای دگرگون شده، دنیای مدرن رو که دگرگون شده بود فلسفه مناسب اون باشه، یعنی بدونه که دنیا تمام مرزهای خودش رو شکونده و داره اصلاح از اون که کره زمین در مرکز کائناته، انسان در مرکز اون هست و به اضافه تمام الزاماتی که اون داشته که در کتاب مقدس هم اونجوری بوده، خب همه اینها یه دفعه همه مرزها فرو پاشید و دنیای بیکران در ذهن انسانی متولد شد و بر اساس اون دانش جدیدی به وجود اومد، هم در زمینه فلسفه. بر اساس فلسفه جدید می اندیشم پس هستم با فرانسیس بیکن علوم تجربی جدید به وجود اومد. علوم تجربی قبلا بود، در ایران هم وجود داشت، با رازی داشتیم، با ابن سینا داشتیم، اون در چهارچوب تنگی وجود داشت. اونها هدفشون تغییر عالم و آدم نبود، همه چی قابل تغییر باشه، یه محدودیتی بود، تجربه های محدود در اونجا به کار میرفت. برای همینه که مثلا فرض کنید که اتفاقا اونهایی که فیلسوفان دوره اسلامی ما به ابن سینا ایراد میگرفتن که میگفتن ابن سینا در اون طبابتی که میکرد قاروره میبیند، یعنی این که فرض کن ادرار رو در چیز نگاه میکنه و از روی اون مثلا به بیماری ها پی ببره، این کار پستیه، این کار فیلسوف نیست. خب در صورت اینها از هم دیگه به اصطلاح تمام دیوارها شکست و انسان برای تغییر عالم و آدم قدم به پیش گذاشت و در همچی فضایی به اصطلاح بود که اول علوم دقیقه با فرانسیس بیکن به وجود اومد، بعدها هم چون در زمینه فقط یک شاخه از علوم اجتماعی به تدریج در آستانه چیز قرار گرفت، در آستانه این که بتونه پدید بیاد. و اول لازمه این بود که بر اساس فلسفه جدید علم علوم سیاسی بتونه به وجود بیاد. حالا علم سیاست یا علوم سیاسی تفاوتی نمیکنه. و بر اساس این بود که اول با هابس فلسفه، اول بهتره بگم با ژان بودن فرانسوی، اول مفهوم حاکمیت به عنوان یک مفهوم انتزاعی، تا اون زمان حاکم وجود داشت، حاکمیت معنا نداشت. حاکمیت یعنی همه حاکمان تک تک وجود داشتن. مفهوم انتزاعی حاکمیت که میتونه یک جریانی رو
به وجود بیاره که حاکمان بر اساس اون استوار بشن. مفهوم حاکمیت الان به نظر خیلی عجیب میاد که یعنی چی مفهوم حاکمیت وجود نداشت؟ به خاطر اینکه حاکمان وجود داشتن و اونا هم عمل میکردن، یکی میرفت یکی دیگه میومد، حاکمیت به وجود اومد و این در حقیقت یک نظریه پردازی فلسفه جدیدی بود. خیلی اتفاق خیلی خیلی مهمی بود تا اینکه بعدها با توماس هابز انگلیسی، ژان بودن فرانسوی بود، با توماس هابز انگلیسی ما با یک فلسفه سیاسی جدید و یک قدمی برای تشکیل علم جدید فلسفه، عذرخواهی میکنم، علم جدید سیاست قدمی برداشته شد. خب اومد گفت که یعنی در حقیقت هابز گفت که باید لویاتانی وجود داشته باشه. اولا دو تا مفهوم بسیار مهم رو پیش کشید در علم سیاستش. اول گفت که خب باید حاکمان رو مردم انتخاب کنن، یعنی در حقیقت این مقدماتی برای دموکراسی از نوع جدید بود، برای همین که اون دموکراسی یونانی جدید در قدیم داشت میشد، یعنی با یک مفهوم دیگری مردم باید انتخاب کنن، منتها مردم باید یک لویاتانی رو، لویاتان در کتاب مقدس اومده قوی ترین حیوان افسانه‌ای روی زمینه، تو دریاها زندگی میکنه، مشابهت سازی کرد که لویاتانی را باید به وجود بیارن که بتونه، چون انسان گرگ انسانه، بتونه این گرگیت انسان رو مهار کنه، یعنی نذاره که به دیگران صدمه وارد بکنن. این تا حدودی به اصطلاح حرف درستیه، تا حدودی نه به اون شکلی که هابز خیلی رادیکال مطرح کرده، ولی انسان نهایتاً هم صاحب انواع خشونت هاست، انواع رذیلت هاست، هم صاحب انواع فضیلت هاست. بستگی داره در کدوم بستر این عمل کنه. چگونه میشه که خب اخلاق قاعده، اخلاق قانون برای مهار این به اصطلاح رذیلت هاست، برای اینکه بتونه به سوی فضیلت ها بره. ولی وقتی که گفت گرگ انسان است، یک شرایطی رو بخشی از میگفت که مردم انتخاب میکنن این لویاتان رو، ولی بخشی از آزادی ها و حقوق خودشون رو واگذار میکنن به اون لویاتان. چرا؟ بدون وجود این لویاتان به عنوان دولت جدید امکان این که بتونه دولت به معنای جدیدش وجود داشته باشه امکان پذیر نیست. خب اینها در حقیقت من در مورد فعلا سیاست دارم صحبت میکنم. این که در دولت چیست، در مورد اون باید مثلا جلسات متعددی. دولت یعنی استیت به چه معناست؟ کی استیت از اون تفاوت اون فرمانروایی هایی که وجود داشته به اشکال مختلفش، کی ما ارتقا پیدا میکنیم به دولت، اون موضوع بحث مفصلی است که الان موضوع صحبت ما نیست. یعنی این که در دوران جدید وقتی که جامعه یک تجمع انسانی از گروه های اولیه و قبایل و طوایف و اینها تبدیل میشه به یک جماعت، یه مناسبات خیلی ساده توش هست، بعد تبدیل میشه به اجتماع، یه ذره مناسبات پیچیده تر میشه، تمدن‌های قدیم، بعداً در دنیای جدید میشه جامعه و یک نوع جدیدی از تجمع هست. چرا؟ به خاطر اینکه در درون یک سیستمی که قابل ترجمه نیست، یعنی عناصر این جامعه به شکل یک سیستم مثل ارگانیسم انسانی و هم پیوسته است. یعنی اینکه اگر دست کسی قطع بشه بیفته، اون دست دیگه درسته که دسته ولی دستیتش از بین میره، چرا؟ دیگه به درد نمیخوره. اونجا هم این عناصر در جامعه عناصر انداموارن، ارگانیکن که سیستم رو تشکیل میدن، وگرنه اگر یکی از اونها مورد توجه قرار نگیره، برای همینه که گاهی در حالا جوامع، یعنی مسامحتاً بگیم در جوامع، بخشی از اینها
تحقق پیدا میکنه، بخشی تحقق پیدا نمیکنه. ما با مشروطه وارد شدیم که تبدیل بشیم به جامعه، ولی یک شبه نمیشه ره 100 ساله رفت. یعنی اینکه تدریجی گام به گام یکی از این عناصر این سیستم تحقق پیدا میکنه و یکی از مشکلاتی که ما در درک این مفاهیم داریم یکی همینه. تصور اینه که با مشروطه ما باید میتونستیم تمام آزادی ها رو به دست بیاریم، تمام حاکمیت قانون رو به دست بیاریم، مجلس ما مثلا مثل مجلسی که 500 سال سابقه داره این اون عمل کنه، نهادهای ما مثل اون بتونه عمل کنه. این شدنی نیست. به دو دلیل شدنی نیست. به خاطر اینکه یک اینرسی در این سیستم وجود داره که باید تدریجی انجام بده. دوم اینکه نظریه فلسفی جدید ما برای اینها نداشتیم. دو تا عامل مانع اینجا وجود داره که باید به اونها توجه کرد. پس هدف من اینه که هدف افرادی مثل ژان بودن یا بعدها مثل توماس هابز، بعد از اون مونتسکیو، اسپینوزا، لاک و روسو، این در یک مرحله است تا اواخر قرن 18 اینها همشون نظریه پرداز فلسفه سیاسی و ارائه دهنده یک بخشی از اون انسان جدیدن، انسانی که صاحب حق، صاحب حقوق و دیگه انسان مکلف نیست. پس شیوه حکمرانی این بر اساس دولتی باید باشه که خود این شهروندان به وجود میارن. خب اون شهروند یادتون هست، اون شهروند در حقیقت شهروند پلیس. مفاهیم در دنیای جدید همشون جدید در قدیم میشن. این شهروند با اون شهروند فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه در پلیس شهروند وابسته به پلیس بود، یعنی نمیتونست از پلیس جدا بشه. یعنی اول اهمیت همه، مثلا فرض کن وقتی افلاطون و ارسطو صحبت میکنه اساس براش مثلا پلیسه. علت اهمیت شهروند به علت تعلق اون به پلیسه. اگر از پلیس اومد بیرون دیگه اون اهمیت نداره، میتونه برده باشه، همچنان که برده ها همون دو بودن، ولی چون عضو شهروند پلیس نبودن رفتار با اونها متفاوت بود. در دنیای جدید اول انسان مدرن به وجود بیاد. این انسان مدرنه که بقیه اون جدید در قدیم ها رو میسازه. در حقیقت اینجا این انسانی هست که شهرونده، انسانی هست دولت درست میکنه، انسانی هست که خود بنیاده، خوداندیشه و همه الزامات خودش رو خودش، یعنی همه اون چیزی که در بیرون میخواد ایجاد بکنه این فرد مدرن ایجاد میکنه. این فرد مدرنه که میتونه اینها رو همه رو بسازه. برای همینه که دولت یعنی با اراده افراد مدرن برای سامان امور در شکل جدیدی به وجود میاد. برای همین وقتی که همه این مفاهیم جدید در قدیم میشن، در سنت فلسفه یونانی و حقوق رومی و سنت مسیحی، یعنی اون سنتز تومیستی جا میگیرن، ولی با این همه از نوع دیگرین، از نوع جدیدن، از نوعی هستن که انسانی که خود به اصطلاح اتونومه، از خود بنیاده، از خودش سرچشمه میگیره. حاله این در حقیقت دموکراسی از نوع دیگری هست. این دموکراسی بر بستر چه چیزی استواره؟ اینجاست که شهروند، مردم و ملت با هم پیوند میخورن. یعنی اینکه امر ملی با ماکیاولی به وجود اومده، هنوز ملت به معنای جدید به وجود نیامده، ولی به تدریج از زمان بسا ژان بودن و هابز ملت به مفهوم جدیدش، خب اینجا یه پارانتز باز کنم، ملت در اندیشه اروپایی هم به نام مذهب بود. در ایران هم اتفاقا ملت به معنی مذهب بود و در حقیقت وقتی که جدید در قدیم شد، ملت از اون شاخه‌های فرقه‌های مذهبی این واژه نیشن
تبدیل شد، یا ناسیون تبدیل شد به یک مفهوم جدیدی که مناسبات، فقط یه اشاره کوتاهی بکنم در مورد ملت و ملیت و امر ملی، جلسه دیگری خواهم داشت. مناسبات قومی، زبانی، مذهبی، خب منطقه‌ای تبدیل میشه به یک مناسبات اجتماعی. یعنی دیگه به چه زبانی صحبت میکنی، در کجا هستی، و به اضافه یعنی ملت در اون واحد سیاسی که پیدا میشن، همه اجزایی که اونجا زندگی میکنن مناسباتشون مناسبات قومی، زبانی، مذهبی نیست، بلکه مناسبات اجتماعی است. یک نوع جدیدی از مناسبات به نام مناسبات ملی. این البته در بساط مفهوم جدیدی در اروپا بود. این مناسبات یعنی مناسبات ملی از قدیم در ایران، در ملت‌های قدیمی مثل ایران، چین، هند وجود داشت. خب البته این مناسبات مشابهی در مصر هم وجود داشت، ولی مصر متاسفانه هیچی ازش باقی نموند و در اسلام عربی حذف شد. اون چیزی که وجود داشت متاسفانه هیچی ازش باقی نموند. ولی در مورد ایران و هند و چین این مفهوم که مفهوم ملت به معنای قدیما باقی مونده که مناسباتشون مناسبات اجتماعی است، یعنی فراتر از مناسبات قومی، زبانی و مذهبی. بر اساس این مسئله، چون به یک موضوع مهم اشاره کنم، در این فضایی که داریم صحبت می‌کنیم همچنان ولایت مطلقه پاپ حاکمه. یعنی این که پادشاهان هم تاجگذاریشون هم ازدواجشون با اجازه پاپ صورت میگیره. برای همینه که بدون اجازه اون نمیتونه، برای حاکمیت مطلقی داره پاپ. وقتی که امپراتوری ژرمنی مسیحی سقوط میکنه، فاصله برای یعنی زمان و امکان برای رشد هم مناسبات ملی فراهم میشه. برای همینه که ناسیون یا ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی جدیدی در دست دولت ها قرار میگیره. احتیاطاً دولت، هنوز استیت به اون معنا به وجود نیامده، یعنی حاکمیت ها قرار میگیره که بتونن در این فاصله، اصلا هیچ کس تصور نمیکرد. در آلمان 2000 بسا حاکم وجود داشت، پادشاه کوچک وجود داشتن، اینجوری کوچک بودن. برای همینه که فاصله استفاده میکنن برای اینکه از ناسیونالیسم بفهم استفاده کنن، برای اینکه مبادا به زودی اصلا تصور نمیشد که حاکمیت ولایت مطلقه پاپ نمیتونه برگرده، هرچند که با اصلاحات دینی هم یک ضربه اساسی به حاکمیت پاپ خورده بود. و برای همینه که ناسیونالیسم شد یک ایدئولوژی تهاجمی برای اینکه بتونه خواسته های ملت دولت رو در فاصله کوتاهی تحقق ببخشه. این خب چرا تهاجمی؟ به خاطر اینکه عناصر دیگری از این مناسبات اجتماعی خارج از این مناسبات وجود داشتن، باید اون زبانها رو، باید اون افراد رو حذف میکردن. برای همینه که تهاجمی شد. متاسفانه به علت این تهاجمی بودن ادامه پیدا کرد. بعداً ما با فاشیسم و نازیسم و اینها مواجه هستیم. در نازیسم یعنی ناسیونال سوسیالیسم مواجهیم، به خاطر اینکه در اونجا با اینکه اونها به شکل دموکراتیک اومدن سر کار، یعنی دموکراسی بود، همون حکومت اکثریت که حکومت اوباش افلاطون گفته بود صورت گرفت. برای همینه که ناسیونالیسم یک فکر تهاجمی بود. متاسفانه این ایدئولوژی وقتی وارد ایران هم شد به همون تهاجمی ادامه پیدا کرد، در صورتی که ایران از قدیم ملت بود و چون تدریجی به وجود اومده بود، ملت کاملا تدریجی شکل گرفته بود، مناسبات اجتماعی تحقق پیدا کرده بود، یعنی رفته بود فراتر از قومیت، فراتر از قومیت و فراتر از مذهب و فراتر از اصلاح زبان.
برای همینه که وحدت در کثرت به وجود اومده بود، چون در شرایط کاملا عادی و طولانی بود، نیازی به تهاجم اونجوری وجود نداشت. اون ملیت برای همینه که اگر تونست مشروط پیروز بشه و در اونجا در کشور اسلامی که هم تونستن نمایندگان زرتشتی ها، کلیمی ها، شاههای مختلف مسیحی ها در پارلمان ایران حضور داشته باشن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کاملا هم طبیعی جلوه میکرد. در صورتی که این مسائل در اروپا به علت اینکه فاصله کوتاه، ترس از بازگشت ولایت مطلقه پاپ خیلی با تهاجم صورت گرفت و نهایتاً هم وقتی که این ایدئولوژی وارد ایران شد، نهایتاً هم برای ملت چیزی از درونش در نیومد، بلکه بیگانه ستیزی همچنانی که در اون ناسیونالیسم وجود داشت حاکم شد. جبهه ملی برای گسترش بیگانه ستیزی پیشقدم بود، همچنان هم با شرایط بسیار وحشتناک ایدئولوژی که اونها ایجاد کرده بودن مواجه هستیم. برای همین در صورتی که ملت ایران بود، وحدت در کثرت بود، اتفاقا هیچ وقت جنبه تهاجمی نداشت، بلکه همواره جنبه تدافعی داشت. همواره اینها دفاع می‌کردن. ملیت ایرانی برای یک امر تدافعی است. موضوع حالا دیگری فقط خواستم اشاره بکنم. اونجا این ناسیونالیسم تونست حاکمیت ها رو به وجود بیاره، دولت ها رو بتونه ایجاد کنه، دولت ها رو بر اساس دموکراسی جدید، دموکراسی که جدید در قدیم شده. و اونجا در حقیقت این به اصطلاح ملت دولت هایی که به وجود اومده بودن با اون سیستم که عرض کردم جامعی که ایجاد کرده بودن میتونستن که بر اساس اون سیستم بتونن که انتخاب اجازه این رو داشته باشن، یعنی نه اقتدار این رو داشته باشن که دولت‌های خودشون رو انتخاب کنن. خب یک بار هست که هابز مطرح میکنه، لویاتان رو مطرح میکنه. خب طبیعتا اون لویاتان لاک اومد گفت که اون چیزی که هابز مطرح کرده اونقدر حیوان عظیم و جثه‌ای هست، نه تنها دموکراسی رو میخوره بلکه شهروندان رو هم میخوره. این در حقیقت یه چیزی بود که اعتراضی بود که لاک به همچنان در مورد مونتسکیو هم که در این زمینه بسیار پیشرو بود، اون هم علاج واقعه رو حاکمیت قانون قلمدادیت، حال که حاکمیت قانون اهمیتش چون انسان جدید انسان صاحب حق شده بود، برای همین از حق چی میتونه دفاع کنه؟ قانون. یعنی این که اگر قبلا اخلاق، این موضوع خیلی مهمیه در اجتماعات کوچک، اگر اخلاق، وجدان که پلیس رعایت اخلاقه، وجدان یه چیز پلیس درونی است برای رعایت اخلاق، در جاهای کوچک اگر امکان دفاع از حق رو داره، حالا حق هر چی هست، در صورتی که در دنیای جدید که شهرها بزرگتر میشن و نهایتاً خب در جای کوچک اگر کسی اخلاق رو رعایت نکنه رسوا میشه، از جمع طرد میشه، پلیسش بخاطرونه. دستگاه‌های مهم بوروکراسی دولت‌های جدید برای نهادهایی است برای حراست از قانون. قانون چیه؟ قانون مدافع حقه. پس حقوق انسان‌های جدید، اون حقی که صاحبش شدن، حالا اون همین که در تعلیف توماسی گفته شده بود، در سنتز توماسی گفته شده بود، چه حقوق طبیعی باشه، چه حقوق وضعی باشه که انسان وضع کرده باشه، همه اینها، و چه حقوق عرفی باشه. چرا؟ چون عرف در مسیحیت قبل از توماس قدیس پذیرفته نبود، چون عرفی وجود نداشت، بلکه طبیعت که عرف در اون ایجاد میشه محل تبعید بشر گناهکار بود. ولی وقتی که اینها در هم پیوند خوردن، این قوانین تونستن از حقوق انسان، قوانینی که سگانه تونستن از حقوق انسان دفاع کنن، انسان صاحب حق،
و دولت‌های جدید رو همین شهروندان جدید پس پیوند خورد چی؟ وقتی ما میگیم مردم در دنیای جدید، وقتی در دولت‌های جدید مردم یعنی مجموعه شهروندان. بعد وقتی میگیم ملت یعنی واحدهای سیاسی که در یک چهارچوب جغرافیای مشخصی اونها دولت خودشون رو تشکیل میدن. این مفاهیم بسیار دقیقه، هر کدوم از اینها میتونه یه ذره اینور اونور باشه، میتونه مشکلات ایجاد کنه. مردم مجموعه شهروندان، ملت اون واحد سیاسی که اون واحد سیاسی رو بر اساس منافع ملی یا مصالح ملی بهتر بگیم رعایت میکنن، اون رو دولت خودشون رو انتخاب میکنن و بر اساس اینکه دولت خودشون رو حالا یا لویاتان درست میکنن و یا اینکه دولت نگهبان درست میکنن طبق تفسیر مارکس میگم لاک، و یا اینکه دولت طبقاتی درست میکنن طبقه های مختلف طبق تفسیر مارکس. هر کدوم از اینها نظر خاص خودشون رو دارن، ولی نهایتا اینکه دولت به معنای این سیستمی که به وجود میاد بر اساس ملت ها و عمل میکنه. خب هر کدوم از اونها نقطه ضعفی دارن و نهایتا این نظریه ها هر کدوم دولت به ضعف خودشون رو دارن. اصلا موضوع صحبت ما نیست. فعلا مال ما اینه که این نوع وقتی ما از سیاست صحبت میکنیم، سیاست در مفهوم جدیدش تبدیل میشه فلسفه سیاسی جدید و علم سیاست. علم سیاست متعلق به جوامع مختلف متفاوته. چرا متفاوته؟ اینجا یعنی نقطه گرهی اینجاست. به خاطر اینکه جوامع دارای ارزش‌ها، دارای سنت‌ها، دارای نهادها، دارای نظام حقوقی عرفی هستند و بر اساس مناسبات اونها باید تحلیل بشه، بر اساس اون مناسبات فلسفه سیاسی مناسب و در نتیجه علم سیاست مناسب به وجود بیاد. خب این تا حدود اشتراک وجود داره در مثلا کشورهای اروپایی، یعنی تمدن اروپایی تشابه‌های قابل توجهی وجود داره، ولی با این همه کشورهای مختلف فرانسه، آلمان با هم متفاوتن. برای همینی که علم سیاستشون هم متفاوته. علم سیاست، علوم اجتماعی وارد کردنی نیست. اساس مسئله اینه چرا وارد کردنی نیست؟ مثل فیزیک و شیمی و طب و همه اینها وارد کردن، مکانیک و مهندسی و همه اینها وارد کردنیه. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا صحبت کردم رو این، به خاطر اینکه بر واکنش استواره. در صورتی که انسان کنش میکنه، انسان رفتارش کاملا بر اساس ارزش هاست. یک دانشی وجود داره به نام تیمولوژی و که واضحش میزسه، بر اساس اون رفتار میکنه. چون بر اساس اون رفتار میکنه نهادهای متفاوت داره، نظام حقوقی اگر وجود داشته باشه متفاوت داره، شیوه های در حقیقت یا دولت ها یا بهتر بگیم حاکمیت های متفاوت داره. برای همینه که اگر بخواد به غیر از اروپا در جای دیگر دولت به معنای جدیدش تشکیل بشه، باید بشه نظریه پردازی فلسفه سیاسی برای اون صورت بگیره و همچنین بعد از اون بتونه علم سیاست برای اون تدوین بشه. خب آیا ما میتونیم علم سیاست تدوین کنیم؟ نه. فلسفه سیاسی برای این مسئله داریم؟ تقریبا نه. خب پس ما چیکار باید بکنیم؟ تا منتظر باید بشیم که در این تغییرات بشه؟ نه. به خاطر اینکه در هر جوامعی به لحاظ عرفی به طور شهودی در عمل برای سامان امور یک روش‌های وجود داره. خب من وقتی که در مورد عقل صحبت می‌کردم، عقل عقلایی برای این کاره. عقل عقلایی برای اینه که باید بتونه پالایش کنه تمام اون اموراتی که در عمل به وجود میاد تا بتونه جامعه یا اجتماع سازگاری به وجود بیاره که مدیریت تعارض انسانها از یک سو و تعارض انسان با دولت خودش اگر وجود داشته باشه
اگر بتونه اون رو بتونه که در یک مجموعه ساماندهی کنه. به لحاظ اگر فعلا فلسفه سیاسی نداره و علم سیاست نمیتونه تدوین کنه، بهتره که اینو به لحاظ شهودی بتونه به وجود بیاره. همچنان که این همین بود که مقدماتش در مشروطه به وجود اومد. پیروزی مشروطه حاصل عقل عقلایی بود بر اساس اون اندیشه و فرهنگی که در ایران وجود داشته. شاید دیگه نتونم برسم که سیر اندیشه در ایران رو پیش از در دوره باستان و در دوره اسلامی سیاستنامه اینها نمیرسم که بهشون بپردازم، اون رو میذارم برای یک وقت دیگر. ولی به هر حال یک اندیشه سیاسی به نوع دیگرش در ایران وجود داشته، نه این مناسبات سیاسی شهروندی که ما بهش اطلاق میکنیم سیاست، یا اینکه اونهایی که نوشته شده بعداً هر چیز که و بعداً هم در دوران جدید در قدیم شده، بلکه از نوع دیگری است. فقط من نشانهش و مصداقش رو دارم میگم. اون همین که این همه حملات در مورد ایران صورت گرفته، ایرانی ها از طریق عقل و عقلایی تونستن اون رو مدیریت کنن. نه تنها تونستن مدیریت کنن، تنها کشوری در آسیا و تنها کشوری در جهان اسلام بود که تونست مشروطه رو به پیروزی برسونه. از چه طریقی؟ از طریق همون اون شناخت شهودی که با عقل عقلایی برای حل عقل عقلایی وسیله‌ای برای حل بحران‌های عدیده‌ای به وجود اومده بود. بر اساس اون بحران‌ها رو تونستن مدیریت کنن. منتها با توجه به حالا اشکال کار در کجا؟ اشکال کار در اینجاست که چون مبانی نظری برای این مبانی نظری فلسفه جدید، نه اینکه مبانی نظری نیست، مبانی نظری هست از نوع قدیمش، حتی ممکنه فلسفی نباشه، اندیشه ایرانی باشه، مهم نیست اندیشه سیاسی ایرانی باشه، ولی صحبت اینه که دنیای جدید دنیای دیگریه. اون دیگه به اصطلاح ما با اون بالاجبار مواجه شدیم. یک مرکز مغناطیسی عظیمی یا یک گسل عظیمی به وجود اومده، همه چی رو به درون خودش میکشه، یعنی اجتناب ناپذیر میکشه. چون شما نمیتونید که از اون دوری کنید، بگید خب ما اصلا مدرنیته رو نمیخوایم، خواستنی نیست، خواهنده را میبرند و نخواهنده را میکشانند. حالا اینجاست که اصلی ترین عنصر مسائل ما وجود داره، یعنی بالاترین اشکال، یعنی مشکل ایران اگر بخوایم بگیم اونجاست. اینجا چیوریه؟ یعنی ما با مشروطه وارد دنیای جدید شدیم، صاحب قانون شدیم، مشروط شدیم، یعنی حاکمیت مشروط به قانون شد، ولی چون مبانی نظری و فلسفه سیاسی جدید درش وجود نداشت، ما در یک دوره گذار هستیم. خیلی ها میگن، اینم بهش اشاره کوتاهی بکنم، خیلی ها میگن که خب آقا اصلا ما اینو نخواستیم. کشورهای عربی رو نگاه کنید، ببینید عربستان سعودی چجوری رشد کرده، امارات چجوری رشد کرده، سنگاپور چجوری که رشد کرده. در اونها نه فلسفه سیاسی وجود داره، نه به اصطلاح اصلا اینجور چیزها رو میفهمن، ولی رشد کردن و تبدیل شدن به یک قدرت‌های خیلی بزرگ. کاملا درسته. وقتی که دو نوع حاکمیت وجود داره، اگر رابطه خدایگان و بندگی باشه، اگر اون جامعه اجازه، یعنی اجتماع اجازه رابطه خدایگان و بندگی رو بده، بله من بارها اشاره کردم که تعارض مدیریت تعارضها در عربستان سعودی با توافق مثلا 70 نفر کاملا تحقق پیدا میکنه. 60 تا قبیله هست، 60 تا رئیس قبیله که هر کی بگن اعضای قبیله بی برو برگرد، مثل رئیس قبیله مثل خدایگانه، بقیه هم بنده هاش هستن اطاعت میکنن. اون 60 قبیله میان با خانواده سلطنتی به توافق میرسن، مدیریت تعارض منافع از طریق رابطه خدایگان و بندگی تمام میشه. برای همین اگر میتونن که با پول نفت و به اضافه هر چیز دیگری دارن، زوار عظیم به اصطلاح رفتن مسلمانان برای زیارت مکه، و از طریق اینها میتونن که
مدرنیزاسیون رو حتی در بعضی ناحیه‌ها بالاتر از تمدن اروپایی امریکا به وجود بیارن با پولشون. چرا؟ به خاطر اینکه یک ماده بویناکی پیدا شده به درد هیچ کس نمیخورده. الان یه تمدن اومده گفته که نه خیر بابا، اینا خیلی شما نمیدونید، اینا خیلی چیز ارزشمندیه، میتونیم از شما بخریم، پول به شما بدیم، و همین مسئله باعث شده. عین همین مسئله که جاهایی که پادشاه وجود نداره، قبیله ها هستن، میتونه که یک کودتای نظامی صورت بگیره و یک نفر در رأس قرار بگیره از طریق اون رابطه خدایگان و بندگی. همچنان اون وقت دیگه اونها شانسیه. یک بار هست که صدام و حافظ اسد یا مثل حاکم لیبی قذافی ازش در میاد، یا اینکه مربوط به مثلا کره جنوبی میشه یا سنگاپور میشه، همه اینها یا مثل شیلی میشه. اینها همه از طریق کودتا اومدن سر کار، ولی نهایتا مدیریت تعارض‌ها از طریق داغ و درخش صورت میگیره، نهایتا رشد میکنن. آیا این رشد میتونه که بعدها تبدیل به اونها، تبدیل میتونن به جامعه بشن و نهایتا دولت جدید در اونها به وجود بیاد؟ این معمایی هست که هنوز حل نشده. باید دید که احتمالاً با به وجود اومدن طبقه متوسط اونها میتونن پیشرفت‌هایی بکنن، ولی میبینید که در جاهای مختلف، در فیلیپین و این اواخر در کره مثلا جنوبی کارهای اتفاق افتاد که ممکنه که اونها برگشت پذیر باشن. در هر حال اون به ما مربوط نیست. چرا به ما مربوط نیست؟ به خاطر اینکه ما از تبدیل به شهروند شدیم از پیروزی مشروطه، ولی الزامات شهروندی رو نمیدانیم. ما صاحب دولت شدیم ولی الزامات دولت رو نمیدونیم. صاحب دستگاه‌های سیستم بوروکراتیک مثل دولت جدید شدیم ولی الزامات اون رو تا حدود زیادی نمیدونیم. درست ما قانون مدنی داریم، قانون جزای خیلی پیشرفته داشتیم که عوض شد با قانون قصاص، ولی قانون مدنی داریم، قانون اساسی داشتیم، تغییر پیدا کرد. ولی به هر حال منظورم این که ما در حال گذار هستیم. این که نوسان‌ها پیدا کنن، این اتفاقا در تمدن‌ها در طولانی مدت اتفاق میفته. همین از درون یکی از مراکز بزرگ تمدنی تجدد، مثلا فرض کنید که آلمان که بزرگترین فیلسوفا رو در خودش داشته، هیتلر اومد بیرون. یعنی ما نباید تصور کنیم که وقتی که یه چیزی به وجود اومد، به قول هایک گفت، یه وقتی که وجود اومد دیگه تا آخر عمر میتونه تداوم پیدا کنه. نه، اگر یک وقتی غفلتی صورت بگیره به راحتی میتونن که اونها عوض بشن. از درون موسولینی اومد بیرون، فرانکو اومد بیرون، هیتلر اومد بیرون. اینها در درون مراکز اصلی تمدنی رخ میده. در ایران هم میتونه اتفاقات مهمی بیفته، ولی باید بالاخره این دوران گذار رو ما الزاماتش رو بتونیم به اصلاح رعایت کنیم. اون الزامات رو از چه طریقی میشه فهمید؟ اینه که ما ملت قدیمی هستیم، باید، ولی نمیتونیم وفاق ملی رو برای اینکه تعریف کنیم مصلحت ملی رو، این امکان برای ما نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه از دهه 20، البته قبل از اون به طور خیلی ضعیف، از دهه 20 به شکل قوی ایدئولوژی ها وارد شدن. ایدئولوژی ها بسته های حقیقتی هستند، به اضافه اکثرشون جهان وطنند، دنبال مصلحت ملی نیستند، دنبال نجات پرولتاریای جهان، دنبال نجات مستضعفان جهان. به هر حال یا اینکه دنبال شهروند جهان وطن هستند. همه اینها خواب و خیاله. شهروند جهان، مونتسکیو در قرن 17 گفته بودن حقوق بشر، گفت من تا حالا بشر ندیدم، تا حالا من انگلیسی دیدم، آلمانی دیدم. توی کافه هم یکی اومده بود گفته بود من ایرانی دیدم ولی بشر ندیدم. حرف بسیار عمیقیه این مسئله. چرا؟ به خاطر اینکه بشر یعنی چی؟ بله، بشر میشه که ساعتها در مورد حقوق بشر صحبت کرد، منتها لقلقه زبانه، واحدهای سیاسی، واحدهای مشخص با چارچوب مشخص هستن. اون که وقتی میگیم حقوق،
حق زمانی هست اخلاقی است، امروز دیگه اخلاق پلیس قدرتمندی نیست، اخلاق خصوصی همچنان هست، اخلاق عمومی هم وجود داره، ولی برای حق باید دستگاه قانون وجود داشته باشه. تازه وقتی قانون هم تصویب میشه در سازمان ملل میشه قوانین بین الملل. خب کسی که در شورای امنیت وظیفش حفظ امنیت جهانی است، روز روشن حمله میکنه امریکا به عراق به بهانه‌های مختلف. آقای پوتین با 200,000 نفر حمله میکنه به اوکراین. یعنی منظور اینه که دولت باید وجود داشته باشه تا بتونه از اون قوانینی که حق رو ایجاد میکنه جلوگیری کنه. وظیفه دولت جدید حراست از قوانین هست برای تأمین حقوق شهروندان. پس حقوق شهروندان کی صاحب حق میشن؟ که دولت استیت وجود داشته باشه که چیکار کنه؟ که بر قوانینی که شهروندان خودشون وضع کردن از طریق سنت‌های خودشون، ارزش‌های خودشون، عرف خودشون، نه بر اساس امت بودن بلکه بر اساس ملت بودن، بتونن مصالح ملی رو رعایت کنن و بر اساس این مجموعه دست به دست هم میده این تحقق پیدا میکنه. حتی در اون جاهایی که دموکراسی 300 ساله دارن، در اونجا هم میتونه اگر شهروندان رفته باشن به خواب، میتونه منافع گروهی، منافع خصوصی جایگزین منافع عمومی بشه. یعنی مصلحت گروهی جانشین مصلحت. برای همین انحطاطی که از اواخر قرن 19 در تمدن غربی به وجود اومده داره تحکیم پیدا میکنه اونجایی که خاستگاه این جریانه. پس نباید ما انتظار داشته باشیم که اونجایی که خاستگاه اونجا بوده با توجه به این انحطاطی که درش وجود داره ما بتونیم تمام اجزای این مسئله رو در حالت گذار هستیم بتونیم تحقق بدیم. معنی سیاست در ایران شناخته شده نبود، هرگز شناخته شده نبوده. در بسیار این واژه مگر اینکه بعد از مشروطه به طور شهودی فهمیده شد. سیاست یعنی تنبیه بود. هر کسی که علیه سلطان حاکم مطلق مثلا یه حرفی میزد یا یک اعتراض جزئی انجام میداد سیاستش میکردن. یعنی اینکه یا شماجی میکردن یا قطع میکردن یا زبانشو میکردن، حتی اگر اون فرزند پادشاه بود. برای همینی که در دوره صفوی ها، در دوره یعنی تمام پادشاهان وزرای خودشون رو بیش از 600 وزیر در طول تاریخ ایران وزیر اعظم ها کشته شدن به خاطر اینکه یک کلمه حرف زدن یا علیه پادشاه یا اینکه اون فکر کرده که علیه اونها حرف میزنن یا 3 آیتی صورت گرفته انواع اقسام، و یا اینکه فرزندان خودشونو نادرشاه فرزند خودش رو اول کور کرد، بعدم بازم گفتن که این ممکنه قدرت رو به دست بیاره، دستور کشتنش رو دادن. برای همینی که این مناسبات که اینجا وجود داره، برای همینی که سیاست، فهم ما از سیاست تا مشروطه همین بوده. ولی با این همه ما به لحاظ شهودی تا حدودی به طور شهودی مناسبات سیاسی که در گذشته ما وجود داشت که موضوع یک جلسه مستقل دیگری هست به عنوان اندیشه سیاسی در سیاستنامه ها با فرهنگ ایرانی دست به دست هم داد تا ما از سیاست نه در مناسبات شهروندی به اون معنا، نه با فلسفه سیاسی به اون معنا، نه در فلسفه سیاسی جدید در اون معنا، ولی به لحاظ شهودی تونستیم یک اشرافی به اونها پیدا کنیم که حاصل اونها پیروزی مشروطه در مورد سیاست. یه 2 تا نکته هم اشاره کنم دیگه اگر سوالایتی بود و خدمتتون باشه. در دوران جدید سیاست و حتی برای ما که در حال گذار هستیم لازمش فهم عمیق 2 تا موضوع هست. یکی وفاق ملی.
وفاق ملی، آقای پزشکیان از وفاق ملی حرف میزنه، خوب، خیلی خوبه. حالا صحبت لااقل ندیدیم، به اصطلاح نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردمه، یعنی حداقل این که تا این حد بشه. ولی باید وفاق ملی رو فهمید. یعنی چی؟ یعنی ما باید بتونیم وفاق ملی کی استوار میشه؟ زمانی که ما بفهمیم مصلحت عمومی چیست یا منافع ملی چیست. بر اساس ملت میشه فهمید مصلحت ملت یا منافع ملت. این رو برای این باید ما به علت وجود ایدئولوژی ها فهم دقیقی از این نداریم. برای همین نقد ایدئولوژی ها، دور ریختن کثرت ایدئولوژی ها اولین ضرورته. دوم، برگشت عقل و غلاییست. بر اساس چی؟ بر اساس اینه که ما باید بدونیم ما مصلحت خصوصی رو میدونیم، مصلحت گروهی رو میدونیم، مصلحت عمومی رو نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ به خاطر اینکه قلمرو فهمی از قلمرو عمومی نداریم. کسی نمیاد بپرسه که صدها نفر به من زنگ میزنن که مثلا الان بحران اقتصادی به وجود اومده، من چیکار کنم؟ پولم رو چیکار کنم؟ دلار بخرم، طلا بخرم، ملک بخرم، چیکار کنم؟ یک نفر نمیپرسه که آقا ما چیکار کنیم وضعیت عمومی ما بهتر از این بشه. اصلا چون وضعیت عمومی فهمیده نشده. چرا؟ چون همواره قلمرو خصوصی شاه بوده. برای همین فهمیده نمیشه. این فهم از ملت به مفهوم جدید ملته، یعنی وفاق عمومی برای منافع ملی رو ما باید روش تجدید نظر کنیم. ملت ایران وجود داشته، علت تداوم هم همینه. آگاهی ملی فرشته نجات ایران بوده. برای همینه که همه کشورها هضم شدن در اسلام عربی، ایران مونده. ولی این باید جدید در قدیم بشه. ما بگیم چیکار کنیم که مصالح همه داره و این باشن. همچی فهمی وجود نداره، در نخبگان ما هم وجود نداره. این خیلی راحته. یعنی باید آموزش ببینیم برای این که وفاق ملی یا این که منافع ملی یعنی چی. اگر در کشور جنگ نباشه، صلح باشه، خب به نفع کشور ما. اگر ما بتونیم الزامات رشد پایدار رو بسنجیم، بتونیم بهش تحقق پیدا کنیم. چون چرا اینو الان میگم؟ به خاطر این میگم مگه میشه ملت، همه ملت یک خواسته مشترک داشته باشه؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ وقتی که صلح باشه، جنگ نباشه، همه ملت در اون مشترکن. وقتی که رشد پایدار وجود داشته باشه، همه کم و زیاد در اون مشترکن. وقتی بتونیم مدیریت مثلا فرض کن انرژی بکنیم، نهایتا همه در اون مشترکن. وقتی بتونیم با تمام کشورها تعامل داشته باشیم برای توسعه بهتر، اون وقت این منافع مشترکه. بتونیم الزامات و قوانینی که میتونه بر اساس عرف و عقل عقلایی باشه رعایت کنیم، سامان امور بهتر صورت میگیره، مدیریت تعارضها صورت میگیره، برخورد افراد با هم مثلا مدیریت میشه و اون وقت بله این برای خیر عمومی و منافع ملی. از منافع ملی رو ما باید بتونیم تعریف کنیم، آموزش ببینیم برای این. به خاطر این قدم رو عمومی رو نداریم نمیتونیم. این یک. دومش اینه که ما باید آموزش ببینیم چگونه میشه دولت جدید رو ایجاد کرد و نهایتاً با اراده مردم این دولت به وجود بیاد. در صورتی که به الزامات دولت پایبند نباشه، چگونه میشه اون دولت رو تغییر داد. این یه چیز آموزشی است. این یه چیزی نیست که از طریق این فضای مجازی به ما به صف بیاد، چون این مسائل بسیار پیچیده است. شاید جملات آخر، پیچیده ترین دانش دنیا علوم اجتماعی است و پیچیده ترین اون دانش سیاسی. ممنونم.
که بخشی از این مسائلی که یادداشت کرده بودم موند، حداقل 1-2 ساعتی انشاءالله جلسات بعد. خب حسن باشید آقای صافی، لذت بودیم. دوستان مطابق همیشه چشم توضیح کوتاه بدم، مطابق همیشه سوالات کوتاه مشخص باشه که بتونیم سوالات بیشتر رو پاسخگو باشیم. استاد صافی خیلی سپاسگزارم. مانند همه جلسات گذشته خیلی یاد گرفتم و بیشتر از اون که تصور میکردم فهمیدم که بلد نیستم. 2 دسته الان تو سالن تشریف دارم. عده‌ای که امروز برای بار اول اومدن، عده‌ای که از قبل بودن. برای اونایی که بار اول اومدن من همیشه این میکروفون رو با اصرار دفعه اول میگیرم و میگم یه دسته دیگه برای استاد صافی بزن. خیلی ممنونم. اما راستش اینه که من سوالی ندارم. شما خیلی قشنگ به من خیلی چیزها رو حالی کردید، اما یه اتفاقی تو ذهنم افتاد که دوست دارم اونو بگم، یعنی حیفم میاد که نگم. من موقعی که با دانشمندان فرهیخته مانند حضرت علی مواجه میشم، وسطای صحبتشون بی اختیار بلند میشم دست میزنم. امروز که شما صحبت فرمودید 5 یا 6 بار خیلی جلوی خودم گرفتم که بلند نشم دست بزنم. حالا جمع اون 6 تا دستی که دست نزدم دوباره میزنی. من عرض کردم. تشکر آقای دکتر جهانگیر. خب پس منم خواهش میکنم برای آقای دکتر جهانگیری یه دست بزنم. استاد دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. به طور کلی به نظر میاد که دنیا تکلیفش روشنه، یعنی یه عده‌ای از کشورها مثل اعراب انتخاب کردن که اون رابطه خدایگان باشه و اون روش رو دوست دارن و دارن خوب پیش میرن. به نظرم 2 تا ملت، 2 تا ملیت، 2 تا قوم هستن که تکلیفشون هنوز تو مرحله گذاره. یکی ما هستیم، یکی هم صهیونیستا هستن یا اسرائیلیا هستن. ما خیلی اهل تفکریم، ما هر دو گروه رو میگن و میخوایم که در واقع دنیا رو مدیریت کنیم و حرفای خوب بزنیم. این حرفا تکلیف ما مشخص شد، ما الان مرحله گذاریم. تکلیف اون دوستان چیه؟ اونا چیکار دارن میکنن؟ والا ما هنوز تکلیف خودمون در خودمون موندیم، برای دیگران نمیتونیم نسخه بپیچیم. اولا شما اونی که فرمودید اونها دوست دارن، نه، دانش یه چیزی نیست که اصلاح مثلا میل چی رو داری، حالا باشه من الان میل دارم که فلان چیز رو بخورم یا چرا فلان چیز رو نخورم. دانش باید پدید بیاد، اندیشیدن لازمه. اصلا اون شکلگیری اندیشه ها منطق خاص خودشون دارن. در ایران هم نه اینکه دوست داشتن، ایران به هر حال یک تمدن مهمی هست ایران. وقتی هگل گفته که اولین دولت در ایران تشکیل شده، این حرف بسیار مهمی هست. هنوز این مسئله، همین یه جمله رو ما به حد کافی هضم نکردیم. باید روی این خیلی فهمیم یعنی چی؟ یعنی چه؟ ما الان قدم به قدم میفهمیم. ما الان یه سایتی داریم به نام اندیشه در فرهنگ ایرانی، اونجا یک مقالاتی رو در مورد اون ارواح تخت جمشید که ترجمه شده، از اونها رو وقتی میخونم من میفهمم تازه که ذره ذره که هگل چرا این حرفو زده. دولت به معنای قدیم کلمه چرا اولین دولت در ایران ایجاد شده؟ به خاطر اینکه اون مناسبات پیچیده، اون بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای که در اونجا وجود داشته و الواح اینو نشون میده، دیگه اون نه به اصطلاح جعل کردنیه نه فلانه و دیگران هم اون رو به اصطلاح زبان اونها رو خوندن، البته ایرانی هم کمکشون کردن. همون نشون میده که چه پیچیدگی عظیمی در دولت هخامنشی وجود داشته. برای اینم که ما صاحب این ارثیه هستیم. خب البته اون ارثیه همیشه نمیمونه دیگه، بالاخره میگه که فرزند
خلف میتونه که اون ادامه بده، فرزند ناخلف میتونه که تمام ارثیه رو برباد بده. ما به نظر میاد که نه فرزند خیلی خلف بودیم نه فرزند خیلی ناخلف بودیم، در حالت بینابینی بوده که ما همجوری لنگان داریم مثل از اون دولت هگل که گفته داریم مثل قدم هایی برمی داریم. هجوم های مختلف، البته زوال اندیشه، انحطاط تاریخی، تسلب سنت، اینها همه تاثیرگذار بوده در وضعیت ما، ولی به هر حال همچنان ایرانی هستیم، همچنان عده‌ای هستن که جمعه های صبحشون رو فدا میکنن، میان این عرایض مثلا بنده رو گوش میکنن یا موارد مشابهی کرد. از درون اون اتفاقا امید من در اینه که ما در انتظار دوره زرین فرهنگی یک رنسانس بود. اولین ما عجیبترین کشوری هستیم که رنسانس ما قبل از قرون وسطای ما رخ داده. همه فکر میکنن که همه معیارها در غربه، چون در اونجا قرون وسطا بعد از اون رنسانس مثلا رخ داده، برای همینه که باید معیار اون باشه، در صورتی که ما نه، اول دوره زرین فرهنگی داریم با صدها و هزاران نفر متفکر، شاعر، منجم، علوم مختلف که اصلا یک غوغای عجیبی است. مثلا افرادی که میتونه در مثلا ناصر خسرو خیلی متفکر عظیمی، میتونه در همه دنیا اگر بود به عنوان مهمترین شاعر ملی اون کشور قلمداد بشه. یا عطار، ما اونقدر زیاد داریم که اونها در حاشیه قرار گرفتن. برای همینه که خب ما همچی فضایی رو داشتیم، خب تبدیل شدیم به اینی که الان هستیم. ما در انتظار یک رنسانس دیگری. اگر یک رنسانس دیگر رخ بده، قطعی نیست، اگر رخ بده میتونیم که اولین کشوری باشیم در جهان اسلام که پا در به طور ناحیه‌های دیگری از تجدد که کاملا نتونسته مستقر بشه رو شامل بشه. این نیازش مانع اساسی ایدئولوژی هاست. مانع اساسی مهمترینش اون مهندسی اجتماعی است. مانع اساسی عقل مهندسی که میخواد جامعه رو مهندسی کنه و بقیه ایدئولوژی هایی که من در لیست اون ایدئولوژی ها همه رو بیان کردم، از به اصطلاح ناسیونالیسم رومانتیک، نمیدونم جهان وطنی و از انواع اقسامی که وجود دارن، حتی لیبرالیسم عامیانه، همه اینها در حقیقت مواردی هست که مانع این مسئله. ولی ما وقتی که اینها رو دور بریزیم، اندیشیدن رو آغاز کنیم، امکان یک رنسانس دیگری در وجود داره و اون میتونه ما رو به اون ناحیه‌های باقی مانده ای از اون تجدد رو که نتونستیم اونها رو طی کنیم و بتونیم تمام الزامات شهروند بودن، دولت به معنای جدید رو داشتن رو بتونیم گام‌هایی در این رابطه برداریم. با سلام و تشکر از جناب صافی، زحمت کشیدیم واقعا از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار دادیم کمال استفاده رو کردیم. من 2 سوال دارم. یکی در مورد همون بخش اول سخنرانیتون که فرمودی بودین که مسیح قرار بود در سال 1000 ظهور کنه و ظهور نکرد و عین همین حادثه در عهد صفویه اتفاق افتاد و گروهی جمع شدن و اسب آذین کردن در دروازه های شهر که امام زمان تشریف بیارن و نیاوردن. این 2 به اصطلاح حادثه تاریخی که اتفاق افتاده آیا با هم یه مناسباتی داشتن یا تفکر از ایدئولوژی هستش، یا اینکه چرا اینها هر دو با هم اتفاق افتادن هستن، علتش چی بوده؟ سوال دوم این هستش که سرمایه‌داری از نظر شما، ما الان بحث ایدئولوژی ها رو میکنیم، ایدئولوژی ها اندیشه های حقیقتی کاذب هستند
همونطور که شما بارها فرمودید سرمایه‌داری الان در تمام کشورها تونسته پیشرفت کنه و متحول بکنه جامعه عمومی خودشو و به بهترین شکل به برقراری عدالت بیانجامه و دیگه یعنی جامعه‌ای که ما در فکر میکنیم که بهترین جوامع هست از نظر حقوق اساسی که ما الان در تفکرمون هستش که باید باشه و برای مثلا عدالت و برای همگان باشه در جوامع سرمایه‌داری ما این رو ظهورش رو میبینیم. خیلی ممنون، تشکر. خواهش میکنم. اون دو تا مسئله‌ای که یکی در دین اسلام و مثلا فرقه یا مذهب تشیع وجود داره، ظهور امام زمان و اینها، یک تفاوت، چند تا تفاوت اساسی دارن. یکی این که هیچ وقت گفته نشده که امام زمان کی ظهور میکنه، معلوم نیست. از هر کسی از علمای اسلام بپرسید اون میگه که معلوم نیست. در صورتی که در مسیحیت گفته شده بود که کاملا اینو کلیسا اون زمان گفته بود که در سال 1000 که خیلی دور بود، گفته بودن که در 1000 مسیحیت برمیگرد. خب اون نیومدن، دچار بحران‌هایی رو به وجود آورد که در درون اون بحران‌ها خیلی تحولات در درون مسیحیت صورت گرفت. البته اونها سنت فلسفه یونانی و حقوق رومی رو داشتن، این رو بدونی که تمدن اروپایی رو داشت. برای همینی که ما همین که میگید تشابهاتی در همه چیزها تشابهاتی وجود داره، این تشابهات تفاوت‌هایی هم وجود داره. خیلی وقتها تفاوت‌ها خیلی خیلی بیشتر از این تشابهاته. برای همینه که مثلا دین اسلام یه دین، مثلا فرض کنید که ما میگیم ادیان ابراهیمی جز ادیان ابراهیمی است، ولی مسیحیت هم همینطور. مسیحیت با اسلام تفاوت بسیار گسترده‌ای داره از هر نظری که شما میخواید بگید. ولی حالا با اینکه اسلام بسیار دین دنیوی هست، دنیوی تره، پیامبر اسلام تاجر بوده و مسیح درست برعکس، مسیحیت دین روحانیته و تمام دنیا رو طلاق داده و هدفش از اینه که بشر گناهکار تبعید شده به طبیعت روی زمین. برای همینه که هدفش رستگاری انسان، برای دور شدن تشبه به دنیا نباید پیدا کرد. ولی از درون اون تمدن مدرن میاد بیرون، ولی ما همچنان با داشتن این سوابق در دین اسلام، سوابق این تجارت گسترده و اینها، نمیتوانیم. اون دیگه موضوع بسیار مهمیه به نام شرایط امتناع و شرایط امکان که الان داریم روش کار میکنیم. موضوع صحبت اینجا نیست و خیلی خیلی پیچیده تر از اونه که بشه که شرح دادیم. یه موضوع معرفت شناختی است و شاید مثلا به 10 جلسه نیاز باشه. سوال دوم در مورد سرمایه‌داری که گفتید و اینا، یه سوال پیش در پیش و تو در تو بود. بله، سرمایه‌داری همینجوری هست، مناسبات منتها سرمایه‌داری رو ما در اینجا نداریم که بتونه رشد کنه. سرمایه‌داری در یک بستری رشد میکنه که اونجا ما اون چیزی که داریم هیچ مناسبتی با سرمایه‌داری نداریم. هر چی هست اسمش سرمایه‌داری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میشه گفت تیوداری جدیده یا مرکانتالیسم جدیده، همه اینها ضد سرمایه‌داری هستن. سرمایه‌داری یک بستری میخواد، بستر آزادی اصلی ترین عنصرشه. آزادی بازار، مناسبات بازار، هیچ کدوم از اونها در اینجا وجود نداره. وجود نداشتن هم بخشی به حاکمیت مربوطه. خب این حاکمیت رو ما به وجود آوردیم، پس وقتی که با خودمون به وجود آوردیم از چی گله بکنیم؟ یعنی انقلاب بهمن 57 فعالیت مشترک تمام گروه‌های مختلفی بود که وجود داشته. خب وقتی که شما بگید که خب حالا پشیمون شدیم، ولی اینجوری نمیشه، پشیمون شدنی نیست. اولی که با
خواسته شما در انقلاب ها با خواسته شما بالا میان ولی با خواسته شما پایین نمیرن. اون یه مکانیسم دیگر خیلی پیچیده‌ای داره که باید آموختنیه، باید اون رو آموخت. و برای همینه که اونجا وقتی که نیست ما از کدوم سرمایه‌داری صحبت میکنیم؟ 85% اقتصاد ایران دولتیه، اون 15% هم آزاد نیست. چرا؟ اون 15% هم دستوریه، مالکیتش بخش خصوصیه ولی دستوریه. همه چیز قیمت رو دولت نه تنها برای شما اینکه موتون رو اصلاح کنید چقدر پول باید بدید در اختیار شما نیست، دولت باید دستور بده که چقدر شما باید بدید. در صورت این مسئله خیلی ساده ایه. تعزیرات حکومتی برای این درست شده که اگر شما رفتید اصلاح کردید پولتون رو بر اساس اون استاندارد نره، ایشونو بفرستن. تعزیرات حکومتی که یک شترگاه پلنگه، یعنی این که یک مرکز قضایی در درون دولته، یعنی این که ادغام شدن این دوتا چیز خیلی از اون عجایب روزگاره. تعزیرات اون وقت تمام چیزها همه اینها وقتی که شما محصول تولید میکنید دولت باید روش قیمت بذارید، نمیتونید پایین‌تر از اون بفروشید، نمیتونید بالاتر از اون بفروشید. برای همینه که اون 15% دیگر هم دست دولت. اقتصاد سرمایه‌داری یعنی آزادی اقتصاد، کجا سرمایه‌داری اینجا؟ برای همینه که خب وقتی که هر دستور یعنی صدها رانت، برای همینه که گروه‌های مافیایی رانتخوار درست میشه. خب دیگه در نتیجه وقتی رانتخوارا درست شدن تبدیل میشن به نیرویی که نمیذارن اون نیروی اقتصاد آزاد داره بشه. خسته نباشید استاد. اجازه بگید. خسته نباشید استاد. من یه سوال در ارتباط با جلسه پیش دارم که موضوعش انقلاب مشروطیت بود. میتونم سوالو بپرسم؟ ببینم چه نسبتی و یا رابطه‌ای بین مشروطیت و سلطنت وجود داره؟ مرسی. اتفاقا خیلی سوال خوبیه. خیلی هیچ نسبتی بین مشروطه بودن و سلطنت وجود نداره. به طور اتفاقی چون اینجا سلطان بوده و میخواسته که فرمان مشروطه رو مظفرالدین شاه اجرا کرده، لزومی برای تغییر اون دیده نشده. بزرگترین نظریه پردازی مشروطیت مربوط به جمهوری هاست، یعنی بیشترین رساله های مربوط به مشروط شدن حاکمیت به قانون در آمریکا نوشته شده. الان نه، از همون زمانی که میخواست جمهوری در آمریکا تحقق پیدا کنه و همچنین در جاهای دیگر. برای همینه که سلطنت میتونه سلطنت مثلا ملکه انگلستان باشه مشروط به قانون باشه، یا اینکه جمهوری امریکا باشه مشروط به قانون باشه. صحبت این که حاکمیت ها مشروط به قانون باشن، تفاوتی نمیکنه که از نوع سلطنت باشن، از نوع جمهوری باشن یا حتی گروهی حاکم باشه. هدف اینه که مشروط به قانون باشه، قانون و خیر عمومی، یعنی مصلحت عمومی باشه. مشروط، اصلا کلمه مشروط یعنی چی؟ یعنی اینکه اون سلاطینی که در اینجا بوده و سلاطین مستقل بودن، هرچی از دهن پادشاه در می اومد تا دوره مثلا فرض کن حتی ناصرالدین شاه، هرچی در می اومد اون میشد قانون. حتی بعدها دیگه نمی نوشتن، قبلا نمی نوشتن، بعدا می گفتن نه دیگه الان داره میده، فقط اجرا میکردن. خب این که مثلا فرض کن حتی سعد امیر کبیر رو ببرید بکشید با یک کلمه تمام بود. خب یا این که بتونید تمام اموال کسی که فلانه مصادره کنید با یک کلمه شاه تحقق پیدا میکنه. خب برای همینه که مشروط شدن اینه که مردم پارلمان تشکیل بدن، مجلس شورای ملی تشکیل بدن، اونجا قانونی وضع کنن، قانون عرفی در منطقه فراغ شهر و اونجا نظریه پردازی آخوند خراسانیه، اونجا بتونن قانون تصویب بکنن و اون پادشاه نسبت به اون قانون عمل کنه. خب این به وجود اومد، پیروزی بزرگی بود. محمد علی شاه وقتی که اومد
وضع کردید که باید طبق قانون عمل کنه. گفت پس اختیارات من از یک کارمند کمتره. اون کارمندا زیرمیزی میتونن یه کاری بکنم، من اون کارم نمیتونم بکنم. برای همینه که دستور داد با لیاخوف روسی مجلس رو به توپ ببندن. خب این مشروط بودن یعنی این. حالا میتونه این ملکه انگلستان یا پادشاه انگلستان باشه یا رئیس جمهور امریکا یا فرانسه باشه، تفاوتی نمیکنه. اونجایی که مردم سالاری باشه اونجا حاکمیت قانون نیست. اون وقت میتونه اونجا فرد باشه، مونارشی باشه یا حکومت اکثریت باشه، تفاوتی نمیکنه. برای همینه که نه، اتفاقا این فکر رو در دهه 40 همه ایدئولوژی ها دست به دست دادن به خاطر پیکار سیاسی که با پادشاه دادن. میگفتن که پادشاه معادل مشروطه و برای همینه که مشروطه هیچ ارتباطی با پادشاهی میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. پادشاه گفتم مثل پادشاه انگلیس باشه، میتونه رئیس جمهور آمریکا یا فرانسه باشه یا هر کشور دیگر، پادشاه دانمارک باشه یا رئیس جمهور یک کشور دموکراتیک دیگر باشه. فقط باید دو تا شرط وجود داره: حاکمیت قانون، نه قانونی که اونها میذارن، قانونی که شهروندا میذارن، و دو، خیر عمومی یا مصلحت عمومی یا منافع ملی. هر همه اینها یک حرف. ممنون. سوال دیگه بدید وقتی رو برگرم بدونیشون. عرض سلام و تشکر دارم خدمتتون. یک سوالی برای من به وجود اومد در مورد مسیحیت، چون تا جایی که میدونم تمام فرق مسیحیت اعتقاد داره که حضرت مسیح کشته شده و این عقیده اسلامی هستش که ایشون فوت نشده و حالا رجعت میکنن. اینو خواستم توضیح بدین، شاید من بعد متوجه شدم که رجعتی که اون سالی که میفرمایین اعتقاد داشتن انجام نشده به چه صورت بوده؟ یعنی فرقی هستن از فرق مسیحیت که چنین اعتقادی رو داشته باشن مثل اسلام یا خیر؟ و سوال دومم این هستش که مفهوم سیاست رو دقیقاً متوجه نشدم که فرمودید حالا تنبیه کردن بوده، چون ما همیشه تصوری داریم از سیاست به معنی منفی خودش و یک تعریف دیگه داریم از به شکل مثبت که بیشتر حالا مثلا میگیم حضرت علی یک سیاست مثبتی رو در ذهن داشتن و پیاده می‌کردند و اینها. یه مقدار اگه ممکنه اینو جامع‌تر توضیح بفرمایید ممنون میشم. خیلی متشکرم. اون کوتاه بگم اینها رو، چون اگر تمام این فایل‌های صوتی رو که در اون عقل و قلایی هست مجدد بگید اونها رو خیلی قسمت‌هاشو دارم. ولی اینی که شما می‌فرمایید بر خلاف دین یهود و دین اسلام، دین مسیحیت از سلخ دیگریه. دین مسیحیت پیامبر نداره، بلکه مسیح فرزند خداست. فرزند خدا مأموریت فرزند خدا دو ساحت داره. یک فرزند خداست، یعنی خداست، بخشی از خداست. یکی هم فرزند انسانه. خب اون که کشته شد اون فرزند انسان بود، کشته شد. در صورتی که مسیح پرواز کرد به قول بسا مولوی رفت آسمان چهارم. برای همینی که اون و نفسش روح القدس اون بخشی از الوهیته که از طریق مسیح دمیده شده به نهاد کلیسا و برای همینی که اونجا مونده و برای همینی که عبادت بدونه فقط در کلیسا ممکنه. این تفاوت میکنه با اون از اون کشته شدن که ما میگیم. اون کشته شدن جسمانیه. خدا در تجسد پیدا کرد، یعنی به جسم تبدیل شد. خب وقتی به جسم تبدیل شد میتونه که از اون جسم خارج بشه، یعنی مرگ عیسی مسلمان ها میگن در صورتی که از نظر مسیحیت جدا شدن اون خدا از اون جسمشه. اون جسم رفت ولی اون الوهیت فرزند خدا باقی موند و گفت که من میشه گفته، این گفته دیگه ثبت شده، من پیش پدر میرم و دوباره باز خواهم گشت. بعدن تو چیز گفت که تو مسیحیت گفته شد که سال 1000 برمیگرده، اونها اون سنت مسیحیه، اون دیگه مربوط به مسیحی.
اصلا چه حالا تو مسیحی که اسلام چه گفته شده و اینها هیچ ارتباطی به این موضوع مسیحیت اینا نداره. ولی در مورد سیاست رو گفتم که مناسبات بین انسان هاست که وقتی که ما اون رو نگاه نظری بهش میکنیم اون وقت میشه اون اندیشه سیاسی و سیاست. انسان ها وقتی که جمعی زندگی میکنن به لحاظ سیاسی مناسبات دیگری وجود داره. چگونه ازدواج میکنن مسائل دیگریه، چگونه با هم مبادله میکنن موضوع دیگری. بلکه مناسباتی که در یه جایی زندگی کنن که یک اتوریتی بالای سرشون به عنوان دولت باشه و در درون اون مناسبات این افراد چگونه باشه، تحلیل این مسئله، بیان این مسئله در حقیقت سیاسته. خب اگر فلسفی نگاه بشه میشه فلسفه سیاسی، اگر نگاه اندیشه‌ای اسطوره‌ای بشه میشه اندیشه سیاسی اسطوره‌ای، اگر حتی نگاه دینی بشه میشه که اندیشه سیاسی دینی. خب اون موضوع دیگری هست. ولی خب تفاوت‌های ایجاد میکنه دیگه. وقتی که در درون مثلا اسلام خلافتی باشه اونجا خلیفه اولا بعد از پیامبر بقیه خلیفه ها خلیفت الله هست. پیامبر خلیفه خداست، بقیه خلفا خلیفت الله هست. حالا بعداً اینکه از اموی ها چگونه این به سلطنت تبدیل شده، یعنی خلافت به سلطنت تبدیل شده، موضوع پیچیده. ولی منظور این که اون خلیفت الله باید فقط دستور خداوند رو اجرا کنه. خب اونجا دیگه این یک نوعی از رابطه خدایگان و بندگیه، چون دیگه اونجا اون امت در اونجا اختیاری نداره. در بعضی از ادیان مختلف امت یک اختیارات دیگری دارن که در مشروطه این در چارچوب منطقه فراغ شهر تعریف شد. یعنی منطقه وجود داره، منطقه مستقلی است که شهر اونجا ثابته، شهر اونجا ساکته. در مورد اون نیست. انسان میتونه اونجا هم به لحاظ عرفی قانون وجود داره، هم میتونه اونجا قانون گذاری کنه، هم قانون وضعی هم قانون عرفی. برای همینه که اون دیگه متفاوت. سیاست معنیش همینه. سیاست در دنیای جدید، در موضوع جدید اینه که شهروندان دارای حقوق برابر آزاد هستند، باید بتوانند دولت خودشون رو که یک سیستم بتونن انتخاب کنن از طریق دموکراتیک و در حقیقت نهادها و دستگاه‌های لازم رو برای این کنترل مسئله به وجود بیارن. خب مثلا میتونه که انتخاب کنن 4 سال یکی رئیس جمهور بشه، اگر بعداً به کس دیگه رأی بدن اون وقت میشه که مثلا اون عوض بشه. ولی در درون اینها میتونه مثلا پوتین به وجود بیاد که در حقیقت تا الهیان رئیس جمهور مادام رو از اینها ما خیلی تو آفریقا داشتیم، رئیس جمهوره ولی مادام رو، یعنی من نمیدونم، یعنی این که کوسه ریش فهم. خب من خودم یه سوال میخوام بپرسم چون سوء استفاده کنم از موقعیت خودم. آیه صوافی استاد لطفاً با یه توضیح مختصری راجع به نسبت قدرت و سیاست اگر سیاست عنصر اصلی سیاست قدرته. عنصر اصلی سیاست از این بابت قدرته که باید حتما برای مدیریت تعارض افراد باید یک دولتی باشه. حالا دولت میتونه قدیم باشه، میتونه رئیس قبیله باشه و اینها به طور مسامحت هم میگن دولت استیت معنی خاص خودش رو داره و اونجاست که اون باید وقتی که اعمال حاکمیت میکنه باید قدرتی داشته باشه. پس در نتیجه قدرت لازمه سیاست دو چیز رو بررسی میکنه. یکی رابطه قدرت با مثلا شهروندان یا رعایا یا بندگان یا امت، اینو بررسی میکنه. این یکیه، اون طرف صاحب قدرت، این طرف کسانی که قدرت در موردشون اعمال میشه.
یکی اونو بررسی میکنه، یکی مناسبات این امت رو یا این رعیت رو یا این شهروندان رو بررسی کنه. دو تا بررسی وجود داره، یکی به لحاظ عمودی است، یکی به لحاظ افقی است. افقی بین شهروندان یا بین اعضای امت یا بین اعضای رعیت، یکی هم عمودی است بین حاکمیت، حالا میتونه اون پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه یا اینکه خلیفه باشه یا هر کسی دیگر. این مناسبات رو در دنیای جدید اصلا تمام دعوا سر اینه که چگونه اون بالایی رو ما انتخاب کنیم و چجوری انتخاب کنیم که وقتی نخواستیم بیاد پایین. ممنونم، مرسی. خب شما یه سوالی داشتید؟ جناب ساختی خیلی ممنون از توضیحاتتون. من ظاهرا هم قصور از من بوده یا شما یا هر دو. من سوالم این بود که در مورد اندیشه که صحبت کردین، من اصلا منظورم این نبوده که کشور ایران اصلا اشاره به ایران نکردم، توجه کردین؟ من کلن کشورهای سرمایه‌داری رو مد نظرم هستش. این کشورهای سرمایه‌داری خب دارای چه ایدئولوژی هستن؟ خب ما معتقد هستیم که ایدئولوژی ها اندیشه های کاذب هستن، توجه کردین؟ بسته های حقیقتی کاذب هستن، توجه فرمودین؟ من سوالم این هستش که چرایی پیشرفت کشورهای سرمایه‌داری علی‌رغم این که ما با این تعریف مواجه هستیم، این چطور روی داده؟ ما آیا اونها رو باید جزء این رده قرار بدیم، در این کلاس قرار بدیم، یا اینکه تعریف دیگه مجزایی ازشون بکنیم؟ چون الان 10 کشور سرمایه‌داری اول جهان که در اقتصاد رتبه اول رو دارن، خب از نظر درآمد ملی، خب اونها کشورهایی هستن که در واقع تعیین کننده برای تمام جهان هستن، از نظر هم منافع خودشون هم منافع کشورهای دیگه. خب این منظور من دقیقاً این بود. این خواستم در این مورد متوجه نشدم سوالتونو. من فکر کردم در مورد ایران داره صحبت. نه عزیزم، مثلا اشاره به ایران نکردم. در کشورهای اونی که میگید بله ایدئولوژی ها هم وجود داره. ایدئولوژی ها در اون کشورها در حاشیه است، در کشورهای مشابه ما ایدئولوژی ها در متنه. خب برای همینه که در اون جایی که بازار عمل میکنه، مناسبات اقتصادی مناسباتی هست که در اون بستر رخ میده، یعنی مناسبات اقتصادی همه جا یکسان عمل نمیکنه. باید اول بتونی که شما، من بارها که تأکید میکنم در مورد اون کاخ عظیم نامرئی، اون کاخ عظیم نامرئی اول درست میشه. بر اساس چی درست میشه؟ بر اساس نظام حقوقی. نظام حقوقی که قانون اساسی یک طرفشه، مناسبات حقوقی افرادی که نظام عظیمی هستی، به اضافه نهادهای مختلفی که وجود داره، یعنی نهاد مثلا بازار، نهاد مالکیت، نهاد بازار، همه اینها به اضافه اون آزادی ناشی از اینکه اینها رو هدایت و حمایت میکنه. در مجموع اینها، آیا در خلر و فرج اینها در این جامعه ها ایدئولوژی وجود داره؟ فراوان ایدئولوژی ها از اونها برخواستن، ولی اون کاملا در گوشه اون کاخ عظیمه. اتفاقا اون گوشه بودنش بهتره. چرا؟ چون خلاقیت از این تکثر میاد، ولی هسته مرکزی اون کاخ بستری هست که اگر در اونجا عمل بشه، یعنی اینکه فعالیت در اونجا رخ بده بر اساس آزادی، بر اساس خلاقیت، میتونه که بازار عمل کنه، تولید ثروت صورت بگیره. این موضوع جدید یعنی تجدده. در وقتی که مناسبات اون کاخ عظیم به وجود اومد،
از مناسبات، یعنی این مثلا نظام حقوقی، نهادها و آزادی، همه اینها دست به دست هم دادن. اون وقت هر کی که اونجا فعالیت میکنه تولید ثروت میکنه. تولید ثروت بعدها اگر در مسیحیت ضد ارزش بود تبدیل شد به ارزش. برای همینه که ما هنوز هم متفکر ما میگه که دنبال قناعت باشید. خب این یعنی چی؟ خب در صورتی که در دنیای جدید هدف تولیده، هدف انبوه تولیده، خب و اون وقت میگه که نه، قناعت نباشه مصرفگرایی به وجود میاد. خب اصلا تولید میکنم برای مصرف. من اگه بتونم من به عنوان یک فرد کارآفرین بتونم اگر بهترین کالا رو تولید کنم، این چه اشکالی داره؟ خب متفکر ما هنوز میگم دنبال قناعته و در حقیقت ما اینجور چیزها رو خیلی راحت نمیفهمیم. و اون کاخ عظیمی هم که بتونه نظام حقوقی داشته باشه که بتونه کارآفرین در درون اون عمل کنه. من در مورد اون اقتصادی که رونمایی از 2 کتاب دکتر غنی نژاد بود اونجا صحبت کردم، اونو گوش کنید. گفتم که با همه این اقتصاددان ها دل معطلن، اون اقتصاد به درد ما نمیخوره. چرا؟ اون مربوط به غربه. اونها پیشفرضشون بودن اون کاخ عظیمه، بودن نظام حقوقیه، بودن آزادیه، بودن مناسبات اقتصادیه. ما هیچ کدوم از اونها رو نداریم، در نتیجه اقتصاددان به چه درد ما میخوره؟ برای همینه که فقط از مثلا بودجه عمومی مصرف میکنن، مشابه خودشون رو تولید میکنن در دانشگاه ها. اونها هم فارغ التحصیل میشن، اونها هم به درد نمیخورن. چرا؟ به خاطر اینکه برای چی به درد بخورن؟ شما اقتصاد ما اقتصاد دستوریه. اگر میخواید اقتصاد بگید تو اقتصاد دستوری ما چیکار کنیم؟ وقتی اون کاخ عظیم وجود نداره، مناسبات حقوقی وجود نداره، شما به راحتی انقلاب میکنی، این مردم انقلاب میکنن، بعدم میگن همه کارخونه ها شد مال دولت، 10 میلیون هکتار بهترین زمین ها شد مال دولت، تمام ماینک ها شد مال دولت، تمام بیمه ها شد مال دولت. خب شما در این بستر این کاخ ببین چقدر ویرانه هست و چجوری میتونید اون اقتصاد رو اونجا به کار بگیرید؟ برای همینه که ما اون دانش ها رو نداریم. کاخ لازم برای چیدن این عناصری که از علم رو باید بتونیم تو اون کاخ بچینیم، اون کاخ نامری که نظام حقوقی نهادهاست، دیده نمیشه، آزادی است. خب در نتیجه ما همچنین برای همینه که موندیم، برای همینه که نمیتوانیم، برای همین تا وقتی که این اصلاح نشده. ما البته با کاخی داشتیم، کاخ به عظمت اونها نبود ولی مناسبات حقوقی داشت بود، برای همین میتونستیم تجارت کنیم، اونم از دست دادیم. یعنی این که کشوری که اسلامیست پیامبرش تاجره، همه کارهاش دستوریه. وقتی که پیامبر اومد گفت که فلان چی رو پیدا کردیم چیکار کنیم، گفتن که قیمت رو خدا تعیین میکنه. قیمت رو یعنی ولی اینجا برای هر کار کوچکی دولت قیمت تعیین میکنه. این در حقیقت این تناقضی که در عمل ما با فکر ما فلان وجود داره و نمیشه حلش کرد. سپاسگزارم جناب صحافی. سوال کوچک هم من داشتم در اون مناسبات قدرت، یعنی رابطه بین قدرت حاکم و توانایی ملت در اون نمودار. وقتی قدرت حاکم به حد اکثر میرسه ما شاهد دیکتاتوری هستیم و اگر توانایی مردم به حد اکثر برسه شاید شاهد هرج و مرج و آنارشیست باشیم. این رابطه رو چگونه میشه به تعادل رسوند که نه شاهد دیکتاتوری باشیم و نه شاهد آنارشیست؟ با بازگشت، این عنوان این برنامه ها اینه، با بازگشت به عقل و عقلایی. باید بدونیم که این ما نه میتونیم فعلا به این زودی ها اون مناسبات دولت مدرن رو بر اساس نظام فلسفی خودمون بر اساس، ولی عقل و عقلایی اینه که در شرایط فعلی چیکار میشه کرد. زمانی که ایدئولوژی ها حاکم باشه،
خب در نتیجه هیچکی به فکر، وقتی که شما تمام ایدئولوژی هاتون جهان وطن باشه هیچکی به ایران فکر نمیکنه. برای همینه که اون میخواد که دنیا رو اصلاح کنه. باید ما برگردیم فعلا بدیم که برای کشور خودمون چگونه بوده که در تمام این مدت با حاکمیت سلاطین خودکامه ما تونستیم مشروطه رو به وجود بیاریم. با همون عقل میتونیم که همین برای دنیای جدید بازگشت به مشروطه امکان پذیر نیست. خیلی وقتا اینو میگم بازگشت به مشروطه، آدم خنده‌اش میگیره. اون زمان یک شرایط دیگری بود، یک فضای دیگری بود، ولی امروز یکی از مهمترین ایدئولوژی ها همین مهندسی اجتماعی توسط تحصیل کرده ها و دانشگاهی ما باید اولا دانشگاه داشته باشیم. موضوع دانشگاه باید ایران باشه تا بتونه این علوم رو تدوین کنه. ولی قبل از اون بازگشت عقل عقلایی برای اینکه بتونیم از این بحران ها بتونیم در بیاییم. این بحران ها راه حل کوتاهی داره. ما نمیتونیم خیلی یک شبه ره 100 ساله بپیماییم، ولی امکان رشد پایدار همه اجزای رشد پایدار در ایران فراهمه. تحصیل کرده ها و شبکه از انرژی، شبکه از راهها، همه اینها فراهمه. امکان سرمایه گذاری وجود داره، ولی امکان سرمایه گذاری نه برای مردم فراهمه، برعکس سرمایه ها دارن فرار میکنن به شدت. نه دولت پول داره سرمایه گذاری کنه، سرمایه خارجی باید بیاد و نتیجه این که ما باید بتونیم عقل داشته باشیم، بتونیم تعامل کنیم. تعاملی که همواره در عقل عقلایی وجود داشته، همواره تونسته نه تنها هجوم مغول‌ها رو دفع کنه، بلکه اونها رو تبدیل کنه، از طریق عقل عقلایی تبدیل کنه به کسانی که مثلا رصدخانه مراغه رو می ساختن، یا اینکه دانشگاه به اصطلاح بزرگ تبریز رو می ساختن، به هر حال می ساختن، و یا اینکه در جاهای مختلف گنبد سلطانیه رو شما نگاه کنید و همچنین تونستن تمام باغ‌های تخریب شده، مزارع تخریب شده رو بتونستن بازسازی کنن. ما اقتصاد اون قدیم ما رو بتونستن احیا کنن. این عقل عقلایی این همچنان در چیز وجود داره. منتها ایدئولوژی ها مانع هستن. بزرگترین ایدئولوژی ها همون مهندسی اجتماعی. فکر بکنن که خب انقلاب بهمن 57 چرا رخ داد؟ بر اساس اینکه اگر تعدادی با نیت پلید رخ نداد، با نیت خیر رخ داد. 30% مردم تنعم دارن، بهتر ما میتونیم با مهندسی تبدیل کنیم اینو به 100% تنعم داشته باشیم. برای همین این باید کنار گذاشته باشه. ما باید پایبند اون عقل عقلایی باشیم، پایبند الزامات و عرف باشیم. در این حال ناحیه‌هایی از جدید در قدیم هم ما وجود داره، برای اون هم که بتونیم در این زمینه پیشرفت کنیم وجود داره. نقد ایدئولوژی ها و بازگشت عقل عقلایی اون رنسانس دوم رو زمینه‌اش رو میتونه فراهم کنه. کاملا تدریجی است، ولی به هر حال راه هر وقت که بتونیم قدمی در اون جهت برداریم این امکان پذیره. این با این همه اینها با این چی صحبت میشه؟ دانش سیاسی، دانش علوم اجتماعی بتونه امکان پذیر باشه. بازگشت به عقل عقلایی هم عقلای همین امروز باید بشینن فکر کنن که خب برای رفع این بحران ها چیکار باید بکنیم. من خواهش کنم یه تشریح جامعه